پس زن چی حق دارد؟ فالصالحات زنان صالحه قانتات فرمان بردار شوهران است، حافظات للغیب حفظ کنانن مال شوهر را در غیاب، یعنی جان خدا، مال خدا، خانه خدا در غیاب شوهر حفظ میکنه. بما حفظ الله، بسبب امر الله به حفظ آن. الله امر کرده به وسیله رسول، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، هر کدام مسئول از رعیتش است. زن در خانواده مسئولیت دارد از حفظ مال شوهر. منگ قرنگ بایی خواب است بیدار، ما زن ستیز نیستیم. زن موجودی لطیف است، زن موجودی با کرامت است، زن موجودی زیبا و نرم و نازک است، زن موجودی عفیف است، زن روح و آرامش زندگی مرد است، زن سکون و طمأنینه حیات زندگی است، زن زیب و زینت خانواده است، زن امسر و انبالین شوهر است، زن بهترین رفیق مشارک زندگی است، زن اساس محبت و رحمت است، زن اساس لطف و مهربانی است، زن موجودی با شرافت و با عزت است، زن کنیز نیست، زن غلام نیست، زن مزدور نیست، زن مواشی نیست، زن سرازیر شدن بلا قید و شرط مانند شیر و پلنگ را نمیپذیرد. اینک مؤسسه و نهادی که این حقوق و عظمتها را به زن داد همانا دین اسلام بود و بس. آن که به شعار کاذبانه میخواهند حقوق مسلمه زنان را زیر سوال ببرند، از زنان چهره‌های نرم و نازکشان خشونت علیه شوهران زندگی مواشی را برایشان دهند، اونها باید بدانند که به نفع خود و به نفع بشریت اقدام نکرده اند. هست نیست؟